بابا ولم کن، بذار حرفمو بزنم تو تایید نکن. عجب مملکتیه. ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونم. آذربایجان خنک آقا. جسارت من تو زابل خدمت میکردم. نباشید ممنون از شما. من به هوش مصنوعی دادم، گفتم من میخوام کلاس با این خصوصیات درست کنم. یه آدمای عجب وجق تو اونجا به من نشون داد، گفت کلاسی که تو میخوای اینه. اصلا من روحم از این کلاسا بدم میومد. اینو به من نشون داد اون هوش مصنوعیه. کذالک جعلناکم. نه، حالا آیه ای هست که میگه به اصطلاح صلوات بفرست، حالا یادم بیاد.